درود و سلام به تمام اعضای کانال، گروه، صفحه، دوستداران موسیقی، مجموعه دارها، آرشیو دارها و تمام کسانی که به هر شکل الان این ویدیو رو از هر جایی دارن تماشا میکنن. امروز میخوام یه مسئله‌ای رو بهش اشاره بکنم که به نظر اومد اونطوری که باید گفته نشده، اونطوری که باید مطرح نشده. طبیعتا افراد این رو میدونن ولی خب همه نمیدونن، وگرنه تا الان ازش جلوگیری میشد. چند وقت پیش این نوار توسط شخصی به دست من رسید، از من خواستش که این ویدیو رو در جهت اطلاع رسانی، ایجاد آگاهی درست بکنم. مسئله که میخوام بهش اشاره بکنم نوارهای فیک و کپیه. شما اگر دقت کرده باشید چند سال اخیر، مخصوصا 2-3 سال گذشته، داخل بعضی کانال ها، بعضی گروه ها، بعضی صفحات اینستاگرامی که کارشون فروختن نوار کاسته، عنوان هایی گذاشته میشه که با این که قدیمی هستن، بعضا حتی تا 40 سال قدمت دارن، این عنوان ها نو و آکبنده. شما زمانی که میخواید این نوارها رو بخرید، زمانی که از فروشنده سوال میپرسید که اینا اصله، فروشنده به شما میگه که این نوار چاپ آمریکاست، این نوار چاپ اروپاست، این نوار داخل انبار تو دبی مونده، تو انبار آمریکا مونده، فروخته نشده، الان به صورت عمده ما از اونها خریدیم داریم اینجا میفروشیم. خب سوالی که وجود میاد، برای مثال همین نوار ابی که جلوی دوربینه الان، ابی خواننده‌ایه که دیگه اکثر ایرانی‌ها میشناسنش، کمتر کسی هست که اسم ابی رو نشنیده باشه. آلبومی که شامل یک تعداد از معروفترین کارهای ابیه. ابی نتونسته از سال 1990 این نوار رو بفروشه، زمانی که نوار کاست هنوز رایج بوده، CD هنوز به اون شکل جا نیفتاده بوده. این نوار رو 33 سال پیش بردن گذاشتن داخل قفسه، همینجوری اونجا مونده، کسی حتی تکونش نده که خش بیفته روش، حتی خاکم نشسته روش، همینجوری اونجا مونده، هیچ کس نخریدتش که الان بیاد تو ایران فروخته بشه. چنین چیزی غیر ممکنه. این نوارها چاپ ایران هستش، همینجا داره تولید میشه، همینجا داره فروخته میشه. داستانهایی که برای شما میگن همش دروغه، ساخته و پرداخته فکر خودشونه. مسئله بعدی قیمت این نوارهاست. الان که تورم و گرونی هستش، امروز دلار 50,000 تومنه. من اگر بخوام یک دونه از این نوار، نه عمده، یک دونه برای خودم درست بکنم، بیشتر از 40-50,000 تومن نمیشه. در صورتی که این نوار رو من دیدم تو کانال ها تا 500,000 تومن، همون کالای مشخص، تا 500,000 تومن آگهی میکردن و متاسفانه افرادی هستن که اطلاع ندارن، هزینه‌های سنگین میدن برای این نوارها و به دام میافتن. فکر میکنن که یک کالای ارزنده کلکسیونی خریداری کردن، در صورتی که چنین چیزی نیست. کاملا کالای فیک و بی ارزشه. دوست دارم که تفاوت بین این نوارهای فیک و اصلش رو بهتون بگم، اما متاسفانه نمیتونم، چون کسی که اینا رو داره تولید میکنه میره ایرادات کارش رو میگیره و این اتفاق افتاده. قبلا نوارهایی که لیدر آبی داشتن میگفتن اصلی هستش، بعد که این موضوع مطرح شد توی گروه ها، کانال ها، توی جمع ها گفته شد، اون زمان این کاست های فیک رو با لیدر سفید میزدن. من یادمه میدیدم. وقتی این موضوع مطرح شد که لیدر آبی اصلیه، اومدن عوضش کردن، الان با لیدر آبی دارن اینا رو میزنن، توی کانال هاشون میزنن که کاست لیدر آبی اصلیه، در صورتی که چنین چیزی نیست. به همین جهت من نمیتونم تفاوت‌هاش رو بگم، ولی در این حد بهتون میگم که زمانی که این نوارها داخل آمریکا تولید میشده توسط شرکت ترانه، این نوارها با دستگاه‌های صنعتی تولید میشده، دستگاهی که با حجم بالا کار میکنن و کیفیت‌های بالا. در صورتی که این نواری که الان اینجا هستش با دستگاه در بهترین حالت اداری چاپ میشن
در بهترین حالت با دستگاه های 1:4 پر میشن. این نیستش که بخواد یک چیز با کیفیتی باشه، نه همچین چیزی نیستش، چون اون شخصی که اینا رو تولید میکنه نه دسترسی به اون دستگاه های صنعتی رو داره، یا حتی اگر داشته باشه هزینه نمیکنه که بخواد با اون کیفیت و در اون حد کار انجام بشه، چون وقت براش سودی نمیمونه. ولی کاری که شما میتونید بکنید اینه که اگر نوار آکبند دیدید، نوار نو دیدید، نخرید. این نوارها فیک هستش، اصلا چنین چیزی وجود نداره به اسم نوار نو و آکبند. اگر وجود داشته باشه نهایتا یه دونه است، 2 تاست، نه اینکه شما برید داخل کانال بگید من 10 تا نوار آکبند مداد رنگی میخوام، اون کانال به شما بگه باشه برات میفرستم. فقط همون یه دونه کانال 10 تا ازش، شما اگه برید کانال بغلی بگید 10 تا دیگه میخوام، اونم واسهتون میفرسته. نکته آخری که دوست دارم بهش اشاره بکنم، این نوار حالا من بازش هم نکردم، برای من نیستش که بازش بکنم. میبینید که سلفونش هم روشه. دقت کردم دیدم که زیر سلفون اگر دوربین بگیره اینجا یه دونه مو داخل قاب نواره. حالا شما اگر بیاید به اون کسی که اینو درست کرده بگید، مدعی میشه که دستگاه ها اون زمان پشمالو بودن، ازشون مو میریخته داخل قابای نوار. یه چیز کاملا عادیه، این نوار اصلیه. ولی خب به هر شکل ما اینجا نمونه دی ان ای ازت داریم، پیگیری میکنیم ببینیم کی کجایی بالاخره. تشکر میکنم که این ویدیو رو تا الان نگاه کردید. حواستون باشه به دام نیفتید. اگر چنین مواردی نه فقط کاست دیدید، کمترین کاری که میتونید بکنید اینه که از خودتون سوال بکنید چطور یک چیزی که انقدر قدیمی هستش تا الان انقدر نو مونده، تا الان دست نخورده.